کاف. حرف کاف با یک حرکت نوشته می شود. یک خط منحنی که از قسمت بالایی کادر شروع شده و از سمت راست و پایین کادر مربعی را پر می کند. آن را به این صورت با گچ می نویسیم. همینطور آن را دور کادر بنویسید. شکل حرف کاف تا حدودی شبیه حرف بت است. اما اگر از درس دوم به خاطر داشته باشید، خط پایینی بت کمی از خط بالایی بیرون می زند. ولی کاف سر هم و گرد نوشته می شود. کاف اولین حرف از 5 حرف الفباست که یک شکل پایانی هم دارد. یعنی اگر آخر کلمه ای باشد، شکل آن تغییر می کند. برای نوشتن کاف آخر، باید خط پایینی حرف را خم کنید تا از پایین کادر بیرون بزند. چیزی که می بینید کاملا درست نیست، پس آن را به صورت صحیح با گچ می نویسیم. فقط 2 حرکت است. بالای کادر و بعد به سمت پایین. کاف آخر بسیار شبیه به حرف دالت است. پس برای تشخیص این دو از هم باید به بیرون زدگی خط عمودی کاف از خط مبنا توجه کنید. همچنین کاف جزو حروفی است که صدای آن با توجه به داشتن یا نداشتن دگش تغییر می کند. حرف کاف با دگش صدای ک و حرف خاف بدون دگش صدای خ می دهد که بسیار شبیه صدای حرف خط هست و عملا می توان گفت که همان صداست. فقط این نکته را در نظر داشته باشید که شکل پایانی حرف خاف همیشه صدای خ می دهد. چند مثال با این حرف ببینید. רכבת, قطار، רכבת, قطار، כוכב, ستاره، כוכב, ستاره، דרך, راه، דרך, راه،